آقای چراغ، جواب سوال دینی امروز که پرسیدم و بلدی؟ نه. یه زندگی کسالت بار، این همه درس بخون آخرشم برو تو اسنپ کار کن. کاش یه دفترچه از آسمون بخوره زمین که اسم هر کیو توش بنویسم بمیره. ها؟ کاش از خدا یکم پول میخواستم. اینجا ببینم خوبه، برچسب السانا روش میزنم، اسم خودم هم بغلش مینویسم. نایس. این چیزا چیه نوشتین تو؟ چاپ شده برای پایه 16. پایه 16 داریم مگه؟ با اینکه با روان نویس مینویسم ولی بازم دست خطم شخ میاد. سورپرایز مادرفاکر. جیزس. نترس بابا، من خدایی مرگم. همون دلغک توی ایت. گو نخور، من فیلمتو ندیدم. چرا چرت و پرت میگی؟ میگم خدایی مرگم من. یعنی برادر زئوسی؟ بابا اون حادث تو یونان به من چه ربطی داره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بیخیال اصلا فراموشش